قبری که و زمینی که ما روی اون قدم میگذاریم 4 تا پیام فرستاده. به این پیام ها توجه بکنید. انا بیت الدود، خطیب اشاره کرد. انا بیت الدود، انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا بیت الظلمه، انا بیت الدود، انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا بیت الظلمه. برای دود من مار و مور و عقرب من چه آماده کردید؟ برای وحشت من چه آماده کردید؟ برای غربت من چه آماده کردید؟ برای ظلمت و تاریکی من چه آماده کردید؟ القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران. چرا جنازه رو سری میبرند؟ 2 حالت داره، یا بهشتیه و خیره. اگر بهشتیه منزلشو میبینه، مقامشو میبینه، میگه قدمونی، با زبانی بی زبانی همه میشنون، فقط ما نمیشنویم. میگه قدمونی قدمونی قدمونی، چرا منو تو دنیا گذاشتید؟ منو به منزل آخرت هم یا برزخ هم برسانید. القبر اما روضة من ریاض الجنه. وقتی که یک انسان بهشتی وارد بهشت، وارد قبر میشود، عالم برزخ، خداوند به زمین میگوید فاصله بگیر. زمین از قسمت سر بر او فشار می آورد، سری که پر از فکر مثبت، پر از علم، پر از حفظ قرآن و کلمات زیباست، مقاومت می کند، زمین رو باز می کند. از کانال سینی میاد، سینی و قلبی که پر از توحید خدا و ایمان و اخلاص و حب مؤمنین است، اونو فاصله میده. میاد از کانال شکم فاصله بده، دنده هاشو در هم بکوبه. در این شکم مال حرامی نرفته، نمیتونه مقاومت بکنه زمین. میاد از کانال شرمگاهش، بی افتی مرتکب نشده، فاصله میگیره. میره از کانال قدمینش، با 2 تا قدمش به جای بد نرفته، جایی که در اون معصیت خدا باشه نرفته، قدم بر نداشته. زمین باز میشه، خداوند پنجره ای رو از بهشت دستور میده براش باز بکنن. همجور منعمه و روح و ریحان و جنت نعیم. القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران و العیاذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر انسانی که جنازش هم میکنید جهنمیه، شری رو از کولتون و از تو خانه بلند کنید، هر چی زودتر تو اون چاله بندازید. این که شره، چرا اینجا بماند؟ اگر خیری که نمیخواد اینجا بماند. و منازل آخرت 50 تا منزل، هر منزلی 1000 سال طول میکشد. و اولین منزل آخرت من مات فقط قامت قیامته، هر کسی که مرد قیامتش برپا شده. اولین منزل آخرت قبر.